What's up guys, welcome to the channel Ehsan Gamer. بهتون سلام دوستان در ماینکرافت رو بهتون خیلی آسون استفاده و شما هم میتونید در ماینکرافت در هر گونه ماینکرافت ولی باید سوالایی که من میگم شما هم شاید داشته باشید. پیستان از اینا سیور از اینا عربی اسلایم و اسلایم آیرون میگین اسلایم آیرون شما میتونید هر بلاک بجای آیرون بزنید آیرون بهتره اینا رو میبرید همچنین رویه میبرید اونو بلش کنید اینو بدن مثلا میتونید باید اینو رو اینجوری بیارید در وسط وقتی که در وسط آوردین اینا رو بالا بکنید وقتی که بالا کردید پایین بیارید یک اکسیژن اینجا بذارید و یک پیستان فقط اینجا بذارید و دو تا بالاش کنید وقتی دو تا بالاش کردید اینجا بیارید و دو تا اکسیژن بذارید وقتی که دو تا اکسیژن خود رو گذاشتید دو تا پیستان بزنید وقتی که این طرف هر چهار طرفش باشه تمام این ساخته شد این شما اگر میکنید به جای دیگه چیز کن بذارید من از این من اینو میگیرم روی میگیرم اینجا میذارم الان کارمون شما فقط به فندک روی بذارید که اونو روشنش یعنی فندک بگیرید فندک و در وسط بلاک 260 چند تا میره بالا و بعدش از اون که بالا نمیتونه بره و میره خب این هم از موشکمان خیلی خب گفتم که این درباره این توضیح میدم این ژنراتوری چند والته پیش خودم میاد 1 والت 2 3 4 5 والت 5 والت برق شما تولید میکنه برق تولید کننده قوی است اینو اگر آموزش رو میخواید ویدیو رو لایک کنید چنل رو سابسکرایب این یک ماشین خیلی پیشرفته است که ساخته خودمه و هیچ کسی با این کمک نکرده اینو برایتون خیلی پیشرفته ترینه و پرقدرت ترین ژنراتور 5 والت برق تولید کننده است که در ماینکرافت من ساختمش برای تست میباید این رو برق چند والت اینطوری میزنم این برق چند والتی اگر آموزش اینو در ویدیوی بعدی هم میگویم شما تا ویدیوی بعدی خدا نگهدارتان.